کسی که 4 دانه شتر داشته باشد زکات نیست. کسی اگر 5 دانه شتردار شود تا 9 تا، یعنی از 5 تا 9 یک گوسفند میتید. برای آنکه ببینید مهربانی شریعت و عدالت شریعت را که نگفته است که مثلا از 5 شتر یک شتر نگفته است، خودش 5 دانه هست، یک تشتی دیگر کی به بابای زیاد میشه. از 5 شتر یک گوسفند میتید و وقتی که شترتان به 10 عدد میرسد در این صورت 2 گوسفند، وقتی به 15 رسید 3 گوسفند، وقتی به 20 رسید 4 گوسفند، وقتی که به 25 رسید 25 دانه صاحب شتر شوید، بعد یک دانه شتری ماده 1 ساله بنت مخاض میدهید. اگر رفت شتر 36 دانه شود با یک دانه شتر، 2 دانه نه، فقط بنت لبون، یعنی این دفع شتری 2 ساله میتید، یک دانه شتر میتید، یعنی 36 تا شتر دار شویدم، با این به شرطی که این شترها زیاده از 6 ماه در چراگاهی بیپول میچریدگی باشد. اگر اینهای در زمین خودتان چرانید، علفش بر زمین خودتان باشد، در این صورت زکات نیست. مهربانی های شریعت است. وقتی که شترتان به 46 عدد رسید، یک شتری 3 ساله حقه میگد. حقه یعنی شتری که سزاوار است که در بالاش الکش نشسته شود. از کلمه مستحق سزاوار گرفته شده است، یعنی سزاوار است که الکه در بالاش نشسته شود، یعنی 3 ساله شتر آدم برداشت میکرده است. یا اینکه سزاوار است که بر بالاش شتری نارینه براید، یعنی وقتی حامله دار شویش رسیده است. کلمه حقه به همین معنا مستحق است، یعنی سزاوار است. خب وقتی که عدد شترتون به 61 عدد میرسد، در این حالت جذعه، یعنی یک شتری 4 ساله. وقتی شترتون به 76 عدد رسید، بعد بنت لبون، بعد 2 شتری 2 ساله. وقتی که عدد شترهاتون از 91 تا 120 رسید، حقتان 2 تا شتری 3 ساله میدید، یعنی 120 عدد اگر شتر داشته باشید، بعد 2 تا شتر میدید، 2 تا شتری 3 ساله، از 91 تا 120. از 120 به بالا، یعنی 120 گذرد، 3 بنات لبون، 3 شتری 2 ساله میدید، یعنی 121 دانه شتر داشته باشید، بعد 3 تا شتر میدید. البته در جای ما شتر پای ها کم هستند، لیکن من باب فراموش نشدن علم و من باب دانستن احکام شریعت و بزرگی های شریعت برای شما شتر را ذکر